سلام دوستان، آقا خوش اومدیم به یک ویدیوی خفن و جدید و قرار بود که دوستان توی این ویدیو ما سرور رایگان، بچا سرور رایگان میگم یعنی وی پی اس اوبونتو رایگان بیاریم بالا که هر کاری که دلتون میخواد میتونید انجام بدید. ولی متاسفانه من سه روز اینو پشت سرم تست کردم، هیچ مشکل نداشت و همین یکی دو ساعت پیش اومدم ویدیو رو رکورد کنم، وسطش به یه اروری برخوردم که الان 2 ساعت نتونستم حل کنم. ولی به جاش اومدم پنل صنایع رو فیکسش کردم. خیلی تو پی وی گفته بودن که آقا پنل صنایع مثل قبلا کار نمیکنه، نمیدونم پینگ نمیده. حالا من گفتم شاید اونا نمیتونن، ولی خب خودم حقیقتش تست کردم دیدم نمیشه و یه راه حل جدیدی آوردم که الان با این میتونید خفن هم رو اول هم رو ایرانسل و هم رو حتی اینترنت وای فای خونگی آسیاتک. و یکی از رفقا من فکر کنم مخابرات، آره فکر کنم وای فای مخابرات بود، گفت که اوکی کار میکنه و این روش خوبیه، روشی که قبلا استفاده کردیم ولی خب الان فکر کنم دیگه بهش گیر نمیدن. خب بریم سراغ آموزش بچه‌ها، بس دیگه زیاد حرف زدم. خب آقا ما پنل میگم گیتاب جدیدمون هم بچه‌ها دیگه فکر کنم دارید، همتون تو چنل تلگراممون هم گذاشتیم، X4G پنل با 2 ال. و بچه‌ها تنها کاری که میتونید از ما بکنید و حمایت بشه همین فالو کردن همین صفحه گیتابمونه و استار دادن به پروژه همین. و یه سری نکات هم که در مورد این صفحه گیتابمونه، خیلی‌ها میگن که آقا مثلا اینجا بچه‌ها میان مرزبان رو میبینن میگن آقا مرزبان نود نیستش. خب شما در این صورت باید بیاید تو بخش ریپوزیتوری. اینجا تمامی چیزایی که ما ریپوزیتوریایی که پروژه‌ای که ما گذاشتیم همشون اینجا، میتونید از این بخش ببینید. بچه‌ها الان پنل صنایع جدید رو آوردیم، CXUI 370، یعنی همین آپدیت اخیری دیگه چند روز پیشه. روی این کلیک میکنیم بچه. این چیزی نیست که نه خودمون چیز کردیم نه اصلا هیچی، کلا فورک شده از آقای MHS صنایع دیگه، همون علیرضا صنایع، چی می اسمش نمیدونم، علیرضا صنایع دیگه، از آقای صنایع همینو فورک کردیم، فقط یکی دو تا فایل اضافه کردیم و یه سری تغییرات تو کداش دادیم که بتونیم تو سایت ریلوی بالا بیاریم. خب مثل همیشه اینو باید برید از این بخش فورک کنید و ریپوزیتور نیم. آقا یه نکته مهمی که حتما باید رعایت کنید، نباید از اسمای پروژه‌های اصلی استفاده کنید. مثلا سیکسوی نباید بذارید، بچا بم میکنه ریلوی. یه چیز الکی مثلا من میذارم تست یوزر مثلا 68 تست یوزر 67 کریت فورک رو میزنم و صبر میکنم تا این پروژه فورک بشه. بعد از این میریم سایت ریلوی، بچهای ثبت نام اولیه رو انجام بدین. خب دیگه طبیعتا همتون بلدید دیگه، 10 بار تو کانال یوتیوبمون این کارو انجام دادیم. و اگرم کسی 1% ندونست، بچه‌ها سایت railway.com حالا تو چنل تلگرام رو میذارم، لینک پروژه رو توی چنل تلگرام باز دوباره میذارم. چیز خاصی نداره، میتونید ثبت نام کنید و با ایمیل خودتون، با ایمیل فیک یا هر جور دوست دارین ثبت نام اولیه رو انجام میدید و بعد از که اینو فورک کردید پروژهتون اینجا نمایش داده میشه، تست یوزر 67. من روش کلیک میکنم و میرم تو بخش اسکیل، کشور مثلا من سنگاپور انتخاب میکنم، دیپلوی مثلا میتونید هلند و آمریکا هم انتخاب کنید. خب چی شد؟ آره داره بیلدینگ، بچه‌ها باید صبر کنید حتما این بیلدینگش تموم بشه. من یه لحظه ویدیو رو پاز میکنم تا این بیلدینگش تموم بشه، احتمالاً یکم طول بکشه. خب بچه‌ها بعد از که این دیپلوی تموم شد، اگر به همچین مشکلی برخوردید اصلا نگران نباشید و کنترل شده است، هیچ مشکلی هم نداره. فقط کافیه که روش کلیک راست کنید، اتچ والیوم رو بزنید و این متن رو پیست کنید -etc-x- نه دیگه /etc/x-ui. بعد اینتر رو میزنید. بچه‌ها یه چجوری بگم، یه مخزنی بهش اضافه میکنه که تمامی دیتاتون رو ذخیره میکنه. خب باید این صبر کنیم اینم تموم بشه و باز دوباره من آنپاز رو میزنم. بچه قبل اصلا کلا آنپاز رو نمیزنم، بذار باشه. آقا چنل تلگرام رو حتما داشته باشید بچه. تنها چنل رسمی که صفحه X4G هاب داره همینه بچه و توش کلی چیز میذاریم، پنلایی که به فروش میرسه، پنلایی که خودمون میفروشیم رو میذاریم اینجا. مثلا پینگ پنلام رو گذاشتیم، میتونید بیاید پایینتر، اینجا یه سری نکات آموزشی که در مورد گیتاب است رو میذاریم اینجا. هم که حالا روز بزرگداشت نمادین کوروش بزرگ، آقا به همتون تبریک میگم، اینم حالا گذاشتیم تو چنل، ولی در کل حتما تو چنلمون باشید. یه سری نکات که توی حالا ویدیو یادمون رفته اینجا اعمال میشه میگیم و کلا دیگه چنل داشته باشی که از ویدیوهای
چی بگم بهتون، از ویدیو جدید بگم با خبر باشین. حالا تو یوتیوب هم میتونید ساب کنید و بهتون هشدار بیاد. این باید تموم بشه دیگه، الان 1.5 دقیقه تمومه. بچا این داره دیپلوی انجام میشه بیلدینگش. حتما بچا این ویدیو رو لایک کنید، یه کامنت قلب برام بذارید که یه انرژی بگیریم بچا دیگه. پرقدرت گفتیم شروع کردیم دیگه، یوتیوب رو میخوایم دیگه واقعا جدی ادامه بدیم بعد از این همه اتفاقاتی که برای ما افتاد، گیتاب بند شده فلان اینا. خب دیگه همشون رو دیگه بچا دیگه گذاشتیم کنار که از صفر از نو شروع کنیم دیگه. حالا در مورد ربات تلگرامی هم میپردازیم بهش در آینده، یه سری نکاتی هم هست که بهش میگم. خب چرا تموم نمیشه؟ خب مهم نیست بچه، من ویدیو تموم شد، خواستم بگم ویدیو رو پاز میکنم. خب این اوکی شد. بعد تو بخش نتورکینگ یه دونه جنریت دامین میزنیم و پورتش هم حتما باید 2053 باشه. جنریت دامین رو میزنم و یه دونه هم تی سی پروکسی زاد میکنیم، اسم چیه، پورتش رو میذاریم 443. اد رو میزنم، دوباره دیپلوی. بچه الان خیلی هم میگن که آقا تی سی پی پروکسی این متد قبلا کار نمی‌کرده فلان، الان کار میکنه بچه. یه تغییراتی که توی سایت زیرساخت ریلوی انجام شده، الان تی سی پروکسی برای همه کار میکنه. خب هم از این بخش هم از بخش دیپلویمنت میتونید روی دامنتون کلیک کنید و سایت براتون باز بشه. مثل دیگه قبلا دیگه نیاز نیست منیج پنل و داشبورد و لاگین یا بزنید، همینا براتون میاره. ادمین تموم شده رفت. ورود رو میزنم و سیو رو میزنم. حتی این چیز جدید پنل صنایع ورژن 3.7.0 خیلی جا گفتن داره، خیلی تغییرات اعمال شده، ولی خب دیگه طبیعتا ما به همچین ویدیوی نمیپردازیم مگر اینکه شما دوست داشته باشید تو کامنت ها برام بگید از آپدیت های پنل صنایع هم بیایم براتون توضیح بدیم که چه آپدیت هایی اومده و اصلا چرا این آپدیت 3.7.0 اومده و چه چیزایی اضافه شده. قبل از هر کاری میریم تو بخش ورودی، یا هم بذاریم اینباند میشه دیگه. من بیام پایینتر اینو انگلیسی کنم. خب الان که شد. تو بخش اینباند یه دونه اد اینباند میزنم و پورت 443 رو انتخاب میکنم. یه اسم برای اینباندم میذارم، اسمش رو میذارم TCP که نه، وب سوکت پروتکل. حالا اینا رو زدین و نزدین زیاد مهم نیست، دامنه‌های رایگان داریم کار میکنیم. تو بخش استریم بچه همیشه رو وب سوکت باشه، سکیوریتی اینا هم دیگه نیاز نیست. کریت رو میزنم. تو بخش هاست یه دونه اد هاست میزنیم و یه اسم براش در نظر میگیریم. من میزنم حالا تست 1. این باندی که میخوایم کار کنیم همون WS وب سوکت انتخاب میکنیم. بچه تو بخش آدرس ساب کنید نتورک. خب آدرس اینو باید کپی کنید، بیاید اینجا اینم پیست کنید. تا 2 نقطه باید شما حذف کنید، این 2 نقطه رو هم باید حذف کنید. خب بعدش کلیک میکنیم و پورتش رو هم اصلا اینو باید بذاریم دیگه، حواستون باشه 38268. این 2 نقطه اصلا نباید باشه تو بین اینا. تو بخش سکیوریتی هم که رو نان قرار میدیم و سیو رو میزنیم. الان میریم تو بخش کلاینت. ما یه دونه کلاینت اضافه میکنیم با نام با نام تست. از این بخش این باندی که ساختیم رو انتخاب میکنیم و کریت رو میزنم. الان میرم از این بخش میام اینجا کنترل وی و این رو میزنم تا ببینم پینگ میده یا نه. بچه همونطور که دیدی پینگ 369 میده. چرا 369 میده؟ بچه الان همونطور که میبینید من اصلا لپتاپم باتریش کمه، چون الان اینجا برق رفته، گوشیم هم 2 تا آنتن بیشتر نداره، به خاطر من پینگ بالای 300 و شما توی شرایط عادی اگه اینو تست کنید پینگتون زیر 130 140، چون سنگاپور و هلند معمولا زیر 130 140 ولی آمریکا نه، آمریکا بالای 200. خب حالا بریم یه تستی هم ازش بگیریم تو یوتیوب ببینیم چجوری کار میکنه. خب بچه اینم تست یوتیوبه و من الان یوتیوب رو باز کردم، میبینید که با سرعت فضایی داره برام باز میکنه. حالا شاید یه سری بگن که آقا این دیر لود میشه، به خاطر اینکه بچه من 2 تا آنتن بیشتر ندارم الان رو گوشیم و همینم به خدا زیادی، خیلی زیاد. الان اسپید تست بگیرم سرعتم به 3 و 4 هم نمیرسه. چیه این آورد برامون؟ ما حالا یه دونه
ویدیوی تست کنیم، مثلا یه شورت ویدیو تست کنیم. این چی هستن؟ باز کنیم. نه الان سرعت به خاطر این بچه نت من صداشو کم کن. بذار بریم صفحه اصلی، مثلا این بازی رو تست کنیم. این ویدیو البته بازی کنه. چه در کل سرعتش خیلی خوبه. حالا اینجا اینجور لود میکنه نگاه نکنید شما. اینجا میبینید که سنگاپور رو آورده، لوکیشن ثابت سنگاپوره و خیلی خوب داره بازی میکنه. بچه من راضی ام ازش، تست کردم اوکی. بریم جلوتر. کیفیت 720 رو اعمال کنم، حداقل دیگه 720 رو بیاری دیگه. باید رفت تبلیغات. الان اصلا نت ضعیفه دیگه، میگم کلا برق که میره کلا آنتنم میپره دیگه. الان میبینید که 720 رو میاره، 60 فریم هم هست. یه گیم پلی از بازی میبینید که خیلی هم سریع میاره. اینجا رو نگاه کنید، تون تون داره پر میشه و میکشم الان جلوتر هم بیاید ببینید دیگه. در کل خوبه بچه‌ها، خیلی خوبه. یعنی در کل خوبه که چجوری بگم بهتون، برای اینستا، یوتیوب و وبگردینا اوکی دیگه، میتونید ازش استفاده کنید. من میگم الان برق ندارم، سرعتم اینطوریه. خب اینو ببندیم که کپی رایت نخوریم. و الان 35 مگم استفاده شد. و یه نکته هم که بگم، آقا الان من نتم همراه اول اوکی داد، نت ایرانسل هم اوکی، نت آستک هم تست کردم با وای فای خونگی، خیلی هم اوکی بود، هیچ مشکلی هم نداره. بچه زیاد به این دامنه هم حساس نباشید. یه سری میگن آقا قبلا دامنه ای نمیدونم فلانی توکایدو کار میکرد نمیکرد، اصلا رفت به این دامنه نداره. الان رو همه نتا تقریبا داره کار میکنه بدون هیچ مشکلی. و همین بود دیگه بچه، حمایت کنید. احتمالا ویدیوی بعد این سرور رایگان اوکی کنم براتون حتما میذارم. آقا تا ویدیوی بعد، بدرود دوستان.